خب این سیامک رو رفتیم بریم سمت بهترین دارو ترجمه تبریز. این کجاست؟ من از همه در ارتباط با مجدد نه دنده عوض کردن روی دو چرخ کرسی. ببین قلمیرک جلو دو تاست، یکی کوچیک یکی بزرگ. همونطور که بهتون گفتم اونی که کوچیکه با 4 یا 5 تای بزرگ عقب کار میکنه و اونی که بزرگه با 4 یا 5 تای کوچیک کار میکنه. پس هیچ وقت کوچیک عقب یعنی پس قلبه که یا قام طبقه بزرگ جلو به این شکل. خب این سر وقت نحوه عوض کردن دنده رو برد. ببینید اگه میخوام الان بیام روی قام طبقه بالا این دنده رو باید کم کنم. پس 1 2 تا 3 تا 4 تا اومدم پایین و الان جلو رو میام بالا این شکلی. اون حالت سبک بود. اگه بخوام دوباره دندم رو سبک بکنم کاری که انجام میدم اول جلو رو میارم پایین، بعد که جلو رو آوردم پایین حالا عقب رو میبرم بالا. 1 2 به این شکل. این نحوه عوض کردن دنده توی دو چرخ کرسی. الان دوباره پشت رو میخوام بیارمش پایین. پس به این شکل 1 2 3. حالا جلو رو میتونم چیکار کنم؟ ببرم بالا. این سنگین میشه دنده. بعد 4 5 تا کوچیک رو عقب رو 4 5 تا کوچیک عقب رو با قلبیرک بزرگ جلو باید برم. پس نحوه عوض کردن دنده خیلی مهمه توی دوچرخه کرسی. حالا دوچرخه کرسی مورچه یا خودرو یا به انگلیسی بهش میگن سپراکتش 9 یا 10 تا دنده داره، یا بعضی وقتا 6 تا، بعضی وقتا 5 تا، بعضی وقتا 7 تا، بستگی داره که این دنده ها با سربالایی میریم باید بریم بندازیم قلبرک پایین. این یکی دنده رو باید ببرم بالا یعنی سبکش کنم. 1 2 دنده. پس درد کلی توی دوچرخه کرسی یا همون دوچرخه‌های دیگه فرق نمی‌کنه. این که مثلا میگن عقب 3 تا
جلو، عقب 3 تاست جلوی 2 تاست، مثلا 2 3 تا 6 تا دنده داره، یا مثلا عقب 8 تاست جلو 3 تا 8 تا 24 تا دنده داره، یا عقب 11 تاست جلو 2 تا پس 22 تا دنده داره. این غلطه، چون 22 دنده داره کار نمیکنه. نحوه استفاده به این شکل باشه. یعنی تقریبا باید سعی کنید زنجیر حدوداً در امتداد چرخ قرار بگیره، در امتداد مسیری که رکاب میزنه. زنجیر نباید خیلی کج بشه که آسیب میزنه به دنده ها و همینطور آسیب میزنه به اسپراکل یا مورچه و خودرو. حالا این دنده رو میخوام سنگین تر کنم، پس جلو میندازم رو گام طبقه بزرگتر. با این ساختمان ابریشم طبقه 6 در ترجمه خانم فاطمه ابراهیمی به نظرم توی تبریز بهترین دار ترجمه است. اگه خواستی مدارک ببرید. ساختمان ابریشم میدون منصور، چهار منصور. اینم پارکینگشه. پارکینگ شماره 1 بریم که آسانسور بریم بالا. سلام. Ne siz yaxşısınız? Ayşin do'stlarim mikrofonu inceltmem. İki dakika bura qoyabilirim gedəm üstə gələm. Gözətdə Hasan abi 5 dənə motorcan qiymət 800 milyon pul. Ahmet Ayzadə.